حرف بزن. بلند سلام میکنه بیتا به شما. بیتا جون برای ما امروز یه دونه سوغاتی میگن، جایزه میگن، چی میگن؟ برای ما یه دونه هدیه خیلی خیلی خوشگل آورده که الان خودش براتون توضیح میده. اینا چیه بیتا جون؟ سیدیای بابام. سیدیای باباشه. بابای تو کیه؟ داریوش. خب حالا تو این سیدیا چیه؟ ببینم. گل بیتا. گل بیتا آخرین سیدی داریوش. سلام. بیتا جون حالت خوبه؟ قربونت برم مثل عروسکا شدی تو. ببین برامون چی آورده بیتا. سیدیای باباش داریوش آورده. خودت بگو عزیزم، بگو سیدیای داریوشو برای چی آوردی؟ بیتای گل. برای اینکه بذاریم اینجا که هر کی میخوادش بابام امضا کنه. امضا کنه. دست بزنید برای بیتا. بله. بیتا خوشگله. سیدیای داریوش هست. بیتا جون چند تا آوردی برامون؟ میدونی چند تاست؟ 20 تا. 20 تا سیدی گل بیتا از داریوش عزیز، دختر خوشگلش بیتا برامون آورده، امضا میکنه و اینو گذاشتن اینجا که شما عزیزان هر کدومتون خواستین میتونین تلفن کنید. قیمتو چند بذاریم بیتا جون؟ هر کدومش $100 بذارید. $100 با امضای داریوش عزیز و با اسم خود شما. حالا من نمیدونم کی داره با رو سویچ میکنه اونجا، باز خودش داستانیه، ولی در مجموع هر کدوم از شما عزیزان که لطف کردین و خواستید که این سیدی ها رو داشته باشید با ما زنگ بزنید، اسمتون رو میگید، داریوش عزیز برای اسم خودتون یه امضا میکنه و این رو به آدرس شما پست میکنیم. 20 تا سیدی هست. اگر همش فروش بره حدود بله $2000 میشه. بسیار عالیه دیگه، از این بهتر نمیشه. بیتا خوشگله، خیلی ممنون اینا رو آوردی تو. خب حالا اینو بذاریم کنار که بیتا جون دستش خالی باشه. اون نواری که دیشب پخش کردم با بیتا مال داریوشو پیدا نکردم اون پشت. شما نمیدونین کجا گذاشتین؟ شیرینو من میدونم. آکشن چیزم داریم، اون جلیقه بابا داریم. خود داریوش 4000 ببینین اینجا من لیستو دارم. خانم هرندی دست شماست. یک نفر اگر این لیستو بله شیرین. خانم هرندی شما نمیخواد تشریف بیاری پشت دوربین؟ جلیقه داریوش عزیز تا حالا به قیمت $4000 روش بت گذاشتن. خانم مرجان حسینی. نه خانم مژگان حسینی. مرجان حسینی باز شروع کردن. خانم مرجان حسینی مرسی. $4000 تا به حال برای این جلیقه پرداختن. عزیزانی که میتونن بت بکنن بیان از $4000 به بالا تا یک رو دیگه. اگر تا یک رو دیگه نشه، چون دیگه داریم کم کم به آخرا میرسیم دیگه، ما اون وقت مجبوریم که به آخرین نفری که بالاترین بت رو کرده بدیم. خانم مرجان حسینی عزیز $4000 برای این جلیقه داریوش پرداخت کردن. شما عزیزانم که سیدی با اسم خودتون، سیدی داریوش عزیز، این خواننده بزرگ ایرانی رو میخواید، با اسم خودتون داریوش عزیز براتون امضا میکنه، به آدرس شما ما پست میکنیم. 20 تاست که خود گل بیتا مثل گل میمونه، از طرف ددیش آورده، از طرف بابای عزیزش آورده، پدر عزیزش آورده و حالا هم جلیقه، آکشن جلیقه. اگر این جلیقه رو نشون بدیم. بله کی داره سویچ میکنه؟ میکنن درست. لطف کنید. بله مرسی. قربون شما. بله نشون بده عزیزم. نشون بده عزیزم. بسیار عالی. این خودش آخه اینجا گرفته شد. آفرین. جون دلم تلویزیون ایران بفرمایید. سلام عرض کردم. حال شما چطوره؟ خوبی؟ قربون شما برم. مرسی. من فقط خواستم بگم که وقتی کسی به خدا ایمان داره و برای مردم کار میکنه، زنده باشید. امکان نداره که اون کار پیش نره. واقعا کسی رو ببره بالا دنیا جنبشن نمیتونن بزنن. زنده باشید شما. مرسی. انشالله که خدا پشتتون باشه. قربون شما برم. واقعا موفق بشین برای این کار خیلی که در پیش داریم. زنده باشید شما. دکتر من یه چند کلمه باهاتون صحبت خواهش میکنم. بفرمایید. خواهش میکنم. زنده باشید. سلام عزیزم، حالت خوبه؟ بله. جون دلم. مگه با اسمم هستیه. هستی جون، میخوای با بیتا صحبت کنی، دختر داریوش؟ بله. خواهش میکنم. بیتا جون میخواد باهات صحبت کنه. بیتا جون حرف بزن. سلام. حالت چطوره؟ خوب. بیتا جون بلندتر صحبت میکنی؟ بلندتر. خوب. هستی جان بپرس، سوالات بپرس. از کجا بگو. من
فامیلی من تو ایران برنامه شما رو ببینم. بابا باریکلا. میبینم عزیزم میبینم. باریکلا. حالا که تو دوست داری فامیلی تو در ایران برنامه ما رو ببینن، ما هم داریم تلاش میکنیم که حتما این کار بشه. الان همونجور که میبینی تقریبا دیگه ما به ایران نزدیک شدیم. از تو هم ممنون هستم که تلفن کردی، از مامانت هم همینجور. بیتا هم با تو سلام علیک کرد، خیلی هم ازت ممنونم. ما حتما به ایران خواهیم رفت. به فامیلیتون حتما از طرف من خبر بده که ما داریم میایم. اوکی. قربونت هستی برم. جون چند سالته؟ 9 سالمه. 9 سالشه. آفرین. از کجا زنگ میزنی؟ تورنتو. از بابا تورنتو. بابا باریکلا. مرسی مرسی عزیزم. خیلی ممنون ازت. خداحافظ. قربان. جانم تلویزیون رو بفرمایید. الو سلام. آقای شمسی جون دلم. حالتون خوبه؟ مرسی خوبم جون دلم. من پرندیس از گینزویل فلوریدا زنگ میزنم. پرندیس جون جون دلم بفرمایید. خواستم $50 کمک کنم. قربونت برم من. بابا دست بزنید برام. برافو. $50. خیلی ممنون ازت پرندیس جون. مرسی از فلوریدا. گوشی دستم دختر خالم میخوام کمک. آقای حسینی از استیت فلوریدا. زنده باشم. الو، جون دلم. من اسمم مریم سلیمی تاری، من گینزولم. من میخوام $50 بدم. قربونت برم من. $50 دیگه. باریکلا. زنده باد زنده باد. من میخوام با بابام صحبت کنه. حتما. الو سلام آقای شبزی. سلام قربان، حال شما چطوره؟ خوبین؟ خوب شما؟ ماشاءالله به بچه‌هاتون. خیلی ممنون. جونه $200 هم خودم می‌خواستم بدم. زنده باشی. قربون شما. خانواده خوب شما $300 دادن، 2 تا $50 و یک $200. خیلی لطف کردین قربان. موفق باشی همیشه. لطف می‌کنید اسم کاملتون رو به ما بگین؟ بله، اسفندیار سلیمی. جناب اسفندیار رو سلیمی، هولد لطف کنید رو هولد باشین تا دوستان بگیرن. خیلی ممنون. قربون شما برم. دوستان خط 2 رو بگیرید. جونم تلویزیون رو بفرمایید. الو سلام آقای شب. سلام عرض کردیم جون دلم. شهرزاد هستم واسقی. حال شما چطوره شهرزاد خانم؟ خوبی؟ خیلی ممنون، شما خوبین؟ قربون شما برم. مرسی. آقای واسقی چطورن؟ خوب اینجا نشسته سلام میرسونه. خیلی سلام برسونین. ماشاءالله دیروز اتفاقا پریروز تصویرشون رو پخش کردیم، ازشون صحبت کردیم. یا آهنگ آذری هم خوندن. اصلا شما تا حالا دیدید آقای واسقی بخونه؟ بله قدیما قدیما میخوند. پس من ندیده بودم. برای من خیلی سورپرایز بود. در عیدی که 10 سال پیش داشتیم آقای واسقی برامون میخوندن. از قول ما سلام مخصوص برسونیم بهشون. خیلی ممنون. بابا هم سلام دارن. من میدونین که اینجا جواهر فروشی داریم. میخواستم اگه کمک کوچیکی هم ما کرده باشیم. قربون شما. دایموند تنیس بریسلت میخواستم بذارم برای برنامه‌تون. هر جوری که خودتون صلاح میدونین. اگر مثلا 3 نفر هر نفر $1000 زنگ بزنن قرعه کشی بشه، یه دستبند ما بفرستیم. بسیار عالی. دست خودترش کنین که افوردبل تر باشه. 100%. هر جوری که خودتون صلاح میخواین می‌دونین. عزیزان ما اگر از آتلانتا دو قیراط. از آتلانتا برای قیمتش چقدر میارزه خانم شهرزاد بگید که من خودم اجاست بکنم با کسانی که قراره چقدر بدن. ریتیل ما تو کار هولسل هستیم. ریتیل فکر میکنم دوره بر حدود 1600-1700. راست میگی؟ زنده باد. 5 نفری که به ما از آتلانتا یا از هر جای دیگه علل اصول از میتونم هر جا پست که کنم. به ما $1000 بدن، 5 نفر اول که $1000 بدن این دستبند $1600 رو حالا بگیم $1500 رو به یکیشون تقدیم خواهیم کرد. خیلی شانس خوبی 5 نفر میتونن داشته باشن. 5 تا $1000 بدید میشه $5000. بین شما 5 نفر این دستبند $1500 رو به شما اهدا خواهیم کرد از طرف خانم شهرزاد واسقی و همکارانشون. اسم جولی رستورانتون چیه خانم شهرزاد؟ رویال دیزاین. رویال دیزاین کجا هست؟ آتلانتا. ما کجای آتلانتا؟ آدرس مارت بدید. هولسل مارت آتلانتا هستیم ما. هولسل مارت آتلانتا. زنده بله. باشید شما. از قول من به آقای واسقی خیلی سلام برسونید. خیلی گوشی ممنون. خدمتتون باشه. دوستان ما شماره شما و تلفنتون رو بگیرن و همینجور که شرایط دستبند رو بنویسن. سلام آقای واسقی. سلام خوبی؟ قربان. زنده باشی شما. آقا ما منتظریم روی مهربان جناب عالی رو ببینیم. پریروز از شما من صحبت کردم. تو اون برنامه عیدی که اومده بودی زیر چادر داشتی برامون میخوندی و همونجا من از شما یاد کردم و امیدوار بودم که این تصویر رو ببینی. شما نمیدونم دیدی یا نه. ما متاسفانه ندیدیم. یه شعر ایران دارم بخون برامون. براتون بخونم. بخون عزیزم بخون. سرزمینم عجز باشه همه دا... برای ما بیتا رو بگیرید لطفا. میخونی یکم برای ما؟ امشب نه، برای اینکه که بابا میاد من قول میدم باهاش من میخونم. قربونت برم. قول مگه میدی با قشنگ باباش صحبت میکنی. خیلی قشنگ تو صحبت میکنی. ولی سی بهتون میگم تونالیته صدای داریوش رو داره ها.
خدا شاهده. کدوم یعنی یکی از آهنگای داریوش رو دوست داری ددی تو؟ کدومش از همه بیشتر دوست داری؟ معلومه گل بیتا. گل بیت. برافو. ولی من میدونم یه دونه از آهنگ داریوش رو بلده بخونه، برای من خونده. پریا که برام خوندی. اگه پریا رو بخونیم بریم یه توپلی رو ببینی یا آره بریم یه پیش دو سه تا از این کوچولوش اولش دوست داری بریم توپلی رو ببینیم؟ خب بخون اون توپلی سگیه که من خیلی دوستش دارم، مثل یکی از بچهای من میمونه، خیلی دوستش دارم و بیتام خیلی دوستش داره. هر موقع میاد خونه ما اول میره سراغ توپلی. توپلی البته واقعا توپل نیست، خیلی کوچولوئه آخه ولی دیگه ما یه جوری اسمش گذاشتیم توپلی دیگه. حالا میخونی؟ بخون پریا رو. پریا گوش نتونه، پریا تش نتونه، پریا خسته شدین، پریا مرغ پربسته شدی. براوو برامون دکلمه کرد. حالا یه روز میاد برامون میخونه انشالله. با ددیش باید بیاد، با باباش باید بیاد. حتما. من میخوام ببوسمش بیتا کوچولوی خوشگل رو. مرسی که اومد به برنامه ما. خواهش میکنم جلیقه تمومه دیگه 4000 دلار به خانم خب مرجان یه خط حسینی داریم عزیز. نمیدونم این جلیقه نیست. خب جان تلویزیون به افتخار خانم مرجان حسینی جلیقه داریوش عزیز به خانم مرجان. خانواده حسینی چه کردن واقعا، زنده باشن. جلیقه و نمیدونم تابلو و این برام زنده باشید همتون، زنده باشید خانواده خوب حسینی. خانم حسینی برای شما یه دونه از این سیدیا گذاشتیم کنار همونجوری که فرمودید. زنده باشید. قربون شما. جناب تلویزیون رو بفرمایید. سلام علیکم آقای شفیع. شبتون بخیر. قربون شما. خوبین؟ خیلی متشکرم. مرسی خانم ماندانا. سلام عزیزم، حال شما چطوره؟ متشکرم. خوب خیلی هستین؟ ممنون مرسی. از برنامه‌های بسیار خوب و دیدنیتون. خیلی سپاسگزارم و ممنونم. قربون شما. من مرسی. شهرزاد هستم از آلیدنا زنگ میزنم. صداتون بسیار آشناست. من همیشه تلفن رو برمی‌دارم صدای شما. شوهرم فرایدی نایت وظیفه خوش انجام داد. قربان و منم شما. یه سهمی تو این برنامه بزرگی شما داشته باشم. قربون شما، خیلی خواهش ممنون. می‌کنم لطف بفرمایید پشت خط منو به به. بذارید. دست مرسی درد خانم نکنه. شهرزاد. خیلی قربون ممنون. شما. خانم شهرزاد من فکر کنم همون خانم شهرزادی هستن از آریزونا که در تمام مسابقات ما ماشاءالله اینقدر به به. باهوشن میبرن. بله زنده باشید. حالا تمام اون برنده شدن ها رو دارن یه جوری اینوری برمیگردونن به ما، شاید همین چیزی روش میذارن. زنده باشید شما. مرسی. ریز فروختیم و دادیم در این اکشنی که بود و خدمتتون عرض کنم که چند تا از سیدیا رفته؟ 5 تاش. نه بیشتر رفته. الان گفتن 8 تا از سیدیا رفته، 12 تا دیگه‌اش مونده. اونهایی که سیدی داریوش عزیز رو میخوان لطفاً زنگ بزنن و پشت اتاق فرمان، همون میزی که تلفن ها جواب داده میشه، اوردرتون رو بدید، اسمتون رو بدید، آدرستون رو بدید. ما با اسم خود شما از داریوش عزیز خواهش میکنیم که امضا بکنه براتون و بعد به آدرستون بفرستیم. حالا یک نه خواهش میکنم یه چند ببینید لیستا خیلی زیاده و ما مدتیه که لیستا رو لیستا رو نخوندیم. شما بخونید. لطف کنین لیستا رو بخونید. خانم زهره بهمنی $100، آقای اسماعیل بوشکانی $20.